علیکم همجوران عزیز از این گروه انگور و باغ امروز 4 اپریل سال 2024 می باشد. قرار داریم در دهه زنان‌آبادی ناحیه رودکی در انهمی ادرزار و جرها. کلمه جر گفتم من با معنای توم با معنای درستش گفتم همین جر است. اینجا آدم اینجا بوز میگردد، آدم جر میشد، انیق آدم جر میشد. اون سنگ نیست من پرتو همین جر است. پایانش سلرها همین اسلامدین جر را آباد کرده است. پیستش نونده است، انارش نونده است و امسال مرا التماس دارد که با او از ترکیه چهارمغزای ترکی بیارم. چهارمغزای چندلر همین جر رو میخواد، چهارمغزش نوندن همین جر رو و میگوید که من گفتم اینجا چه چینی؟ میگوید که من میشپم همش جر میشن ها جر میشن پایان میرم پایان جمع کرده میگیرم. خیلی در حقیقت این فکری بنهایت انا با مورید من جر گفتم، شما به معنای تومش اکن بینید من این سنگ من سنگ رو میپرتویم که نمی سنگ میستد یا جر میشود. دیدید همین جری که آدم ایستاده نمیتواند همین رو آباد کرده ایستاده است. این آفرین به تو اسلامدین دهقان بچه. من اگر همین با رئیسای ناحیه ها یک التماسای کلان دارم که با همین خیلی جمع مردم زمین داده شود، با آدمای بویی که زمین میگیرن میپرتوین همچون و میمونن چی میگن خیلی استایگون وقت در کار میشن. نه با همین خیلی دهقان بچه ها زمین تیان که همین خیلی جرو را آباد کنن، چهارمغز شنونن، پیسته شنونن. بیچاره میگد که من بالا میگد ماشین قطعی آب میبرم در بالا میمونم و شلنگ قطعی میگد میفرورم آب میتیم، یا بالا میگد حالی بوچکا میمونم و آب قطرگی قطعی میگد آب میتیم. این زمین رو آب قطرگی قطعی آب داده میشود دیگر یگان علاجش نیست. لیکن این زمین رو آباد کند، اگر این زمین نچوکد دیگر کروز نشود. این هر یکی ما اگر این خیلی کنیم و این بهترین کار که روبروی ما اگه با عزیزی ما یکی از دوستای نزدیک من انم جرها رو آباد کرده است و ببینید من گفتم به شما که انم زنک ها پیستش نونده ایستادن، انم اینجا پیستش ایستادن. اینجا چقوری کندگی بودن، همه درختاشون زردالو بود، همش قاق شد، ارچه بود. اینجا ارچهش نونده همش قاق شد. زمین شوخ است نمیشود. دیدید همین ارچه ها قاق شدگی، سسنا ها قاق شدگی. بالاترش انا بود که تگش انا من موبایل گرفتم که اونجا پیسته است 100 دونه هم سبزیش نغزورد. از این با ما درس شد و مصلحت کردیم همین چقوری ها رو همش پیستش نونده آمدن الکای. انا اونجا همش نمیدونم 1000 تا شد 2000 تا شد. ما همین پیستش نونده آمد انا خالهم اپاهم هم پیستش نونه یعنی گوشش انا هم پیستش نونده آمد. امروز پگام پیسته میشنونن و همین جرها رو پیسته زور میکنن. انا همجوران عزیز بو من یک پیسته دیگه بینیم. انا لکه سبز بس من نوکش رو بینید. آفرین. البته جوره جان اسلامدین بولو این رو بو میگیری وای کفیدگی رو پر میکنی. انا وای کفید است کو انا وای کفیدگی رو پر میکنی، بولو این رو میگیری، این دیول رو بلندتر میکنی، بیخش دو ستیل با پر میریزی. حرکت کن، خاک رو بلندتر کن چون حالم تو نشنودی، چقور نشنودی. من گفته بودم چقور شنونیتون، چقور نشنودی، حالم خاک رو میگیری. فهمیدی من؟ انا همجوران عزیز یک جهان تشکر میگم با اسلامدین. انا این پیسته این نرش پیسته نر رو نبریده است. ما باید حتما این رو بریم چون که پیسته نر از پیسته کلان تیزتر کلان می شود. و من بینید علاقه سبزی ایستاده است. ما از همینجا می بریم حاضر. انا همین رو ما می بریم. انا از همینجا می بریم که قوت نمی کند این. انا بریدیم. انا که پیسته نر کلان می شود. همداران عزیز در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید. با کدوم معقول شده باشد لایک مونید و از اسلامدین ما باید عبرت گیریم.
گفتی وای مردکی اگلو گیریم الگوهای الگوش با عبرت به دست توبه کردم همین عبرت بهترین کلمه است باید عبرت گیریم